سلام براتون، خوش اومدیم به این ویدیو جدید با من، یعنی ابوالفضل. بیا بچه‌ها اگه چنل ساب ندارین ساب کنین که خیلی سورپرایزهای شدید و خفنی براتون داریم. شدید نه جدید و خفنی براتون داریم بچه‌ها. خب بچه‌ها امروز اومدیم بریم بهتون آفر اسکوید گیم نشون بدیم که خیلی خفنه به نظر من. حالا واقعا جمعشو ندارم وگرنه منم مثل بقیه یوتیوبرها، من به درجه یوتیوبری نرسیدم ولی مثل بقیه براتون خرج کنم و براتون میگرفتم. خب و خوش اومدین به این ویدیو. بزن بریم سراغش. Let's go. خب بچه همینطور که میبینید ما وارد بازی شدیم و توی این قسمت ایونت اسکوید گیم وقتی بزنیم داره میره داخلش. بعد وقت اگه ویدیوی قبلی رو ندیدین حتما بریم ببینین که ترجمه همین ایونت اسکوید گیم بود. حالا وقتی بیایم میبینیم با این اون بالای اون کارکن اسکوید گیم اون گوشه عکس ست 456 رو زده که میرین روی اون میزنین. باید قبلش وی پی ان تون هم روشن باشه. حالا وقتی روی اون بزنین اینجا براتون میاره. حالا من میخوام از طرف گوگل وارد شم. روی یه کره زمین اون بغل هست، روی اون میزنم بچه‌ها. روی اون که بزنم هم سریعتر وارد میشه هم از طرف گوگل وارد میشه و بعد قبلش هم چیتون وی پی ان تون وصل باشه. خب حالا ما وارد آفر شدیم. میبینیم وقتی که بیایم وارد آفر میبینید یه چیزای خفن آمده. یخ اسکوید گیم آمده، خود ست 456 آمده، یه ست دختران هم آمده و این ست خفن آبی که فری فایر یعنی گارنا خزش کرد که نباید میکرد. خیلی واقعا قشنگ بود به نظر من و خیلی خوبه. منم 78% خوردم که به نظر من خوبه. 333 تا هم که جم بدین بهتون اون ست 456 رو میده و یه عالمه باکس خفن و اینا که میبینید دیگه. ممنون که تا اینجا ویدیو همراه من بودین. تا ویدیو بعد، بدرود.